अस्सलाम वालेकुम बिनादगोनी गिरोमे برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکند منظورتون است. در سوژه با شما این ساعت ملایوه و کارگردان اسماعیل جان خلاف میباشه. وابسته به نقشه معین شده بابت سزاوار تجلیل نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از جماعت‌های دهات بازدید به عمل آورده با رفت بنیادی انشاءات‌های جشنی از نزدیک شناس می شود. گزارش خبرنگاران ما از جماعت دهاتی وارو آماده شده است. در جریان سفر نوبتی به منطقه شهر دهات رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق از جماعت دهاتی وارو بازدید به عمل آورده. یک جا با مسئولان و متخصصان نخست با رفت کارها در بنیاد بنای مؤسسه تحصیلات میانی رقم 113 شناس شد. عبدالخالق خالقزاده بعد صحبت پیشنهاد داشت که سمت خراجات این بنا از نو دیده شود، زیرا بعضی قسمت‌های انشاءات از جمله خط زمانوی گرم‌دهی به نقشه گرفته نشده است. علاقمند به این مسئله به مسئولان دستور سپارشات داده شد. انشاءات دیگری سایه مکتب معارف مؤسسه تحصیلات میانی رقم 60 دهی رکناباد نیز مورد نظر قرار گرفت. اینجا هم تاکید گردید که هر یک انشاءات بخش مکتب معارف باید با نظر داشته همه سال زیاد شدن تعداد خوانندگان، تشکیل کابینت‌های فنی، توجه به آموزش فن‌های دقیق بنیاد و مورد استفاده قرار داده شود، خاصه با نظر داشته آمدی که هر دو بنای مکتب به انشاءات‌های جشنی داخل کرده شدند. در جریان سفر عبدالخالق خالقزاده همچنین توجه به از نوسازی آبادی و منفرش نمودن راه سمت دهی مرکزی را اوت بلند نمود. همینجا سپارش داده شد که قسمت باقی‌مانده این راه نیز باید هرچه زودتر با صفت منفرش کرده شود. هنگام صحبت رئیس جماعت دهاتی وارو نسیم جمعیف با جانبداری از دستور سپارش‌های رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق اندیشه بیان داشته گفت که مردم جماعت تمام تدبیرها را می‌اندیشند تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سزاوار استقبال گرفته شود. در اساس سپارش مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند جهت راه ندادن به فروش مال و محصولات در کوچه و خیابان‌ها و جای‌های جمعیتی گروه مشترک کاری تدبیرهای ترغیباتی و نظارتی را با مرام ادامه می‌بخشند. گروه ایجادی تلویزیونی سیموی شهر پنجکند در دایره برنامه بازار و خریدار گزارش و سنجش‌های نظارتی را در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند و دیگر ساختارهای نظارتی با مرام ادامه می‌بخشد. در این روند گروه ایجادی ما با همراهی گروه کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند تحت رهبری معاون سردار شعبه مایور میلیسیا علیشیر عبدالنظرزاده، نماینده شعبه اقتصاد و سودای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند عزیز جان اسلاموف و دیگر مسئولین با رفتی به ترتیب درآوردن نزد بازار مرکزی کوچه های اساسی و کوچه سمت محله لب چشمه جریان گرفت. یادآور می‌شویم که سالهای آخر مسئله راه ندادن به تجارت غیرقانونی و در سر راه و کوچه ها مشغول شدن به تجارت از طرف یک قطار فروشنده ها و صاحبکاران و تاجران به یک مشکلی اساسی در مسئله های شهر و شهرداری تبدیل یافته است. در اساس سپارش های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند گروه ایجادی ما با همراهی نمایندگان ساختارهای در بالا ذکر شده با صاحبکاران، تاجران، شهروندان و مسئولین پیرامون پیشگیری از سودای کوچگی به مردم پیشنهاد کردن مال و محصولات خوشصفت، رعایت رژه نقابی و دیگر طلبات شهر و شهرداری هم صحبت شدیم. تاجران و صاحبکاران و دیگر همصحبتان ما واقعا اصرار داشتند که با سبب نبودن جایهای موافق آنها مجبور هستند که در درآمدگاه بازار
قد راه و کوچه‌ها با تجارت مشغول شوند. برای چی شما در همین کوچه صادر میکنید؟ جای نداریم دیگه. جای نداریم. حاضر درون در آوردن یکان کس جای نماند با مجبور برم برام. تو چند کس سودا میکنید؟ دو کس من همین کتی. کلنم کتی سودا میکنم. برای چی جای نیست بازار کلان کو؟ من بازار هایل بینید یا خیلی 20 متر جا باشتگی یا خیلی 2 متر جای نمیتیا. ما جا داریم سودا نمیشه. حالا جا دارید؟ نه سودا کردن نمیتونیم درون مجبور بیرون میبریم. این خیلی نان فروختنش ممکنه این بالوش روغن کرده. اوز aynı pandemiye hani گاشت گذاری مردم hani چرکنی همش بالا همین نام میشه. یکم کسلی هم اورگی این نام. از فکر شما همجا سودا کردن ممکن نیست؟ ممکن نیست اگه شرایط نیست که ما زندگی به پیش بریم آخی. ما یکونیم سال شد که سودا میکنم. چرا بازار من نمیدم؟ برای که من بازار با جا داشتم ارنده بانکروت شدم. شرایطم وضعی. شما یکم بار دورین بازار در آمدم او پیش ناس فروشا جا کرد اونجا هیچ کی نمیاد بریم اون لطه لطه. مورد ذکر است که از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تحت راهبری معاون سردار شعبه مایور میلیسیا علیشیر عبدالنظرزاده برای تازه نمودن کوچه سمت لب چشمه از نقلیات بارکشانی با روی حرکت دیگر نقلیات و شهروندان مانع ایجاد کرده تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. همزمان عبدالنظرزاده علیشیر با ما اصرار داشت که روزهای آخر ما تمام سعی و تلاش‌های خویش را با آن روانه ساختیم که باید در این موضع‌های شهر صاحبکاران و تاجران و تجارت در قد راه و کوچه‌ها مشغول نشوند و در این زمینه بعضی کارهای مشخص انجام داده شد. اگر از طرف صاحبکاران، تاجران، مقامات دخدار راهبریت بازار مرکزی برای صاحبکاران و تاجران و خاصه آن فروشنده هایی که روزهای دراز در قد کوچه ها به تجارت مشغول هستند شرایط و امکانات های مساعد فراهم آورده شود شاید پیش راهی این کمبودی و قانونشکنی گرفته شود. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام در جماعت دهاتی سرازم اجلاسی نوبتی مجلس وکیلان جماعت برگزار شد که در آن چند مسئله مهم مورد بررسی قرار داده شد. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاران ما. اجلاسی نوبتی وکیلان جماعت دهاتی سرازم با سخن مقدمه رئیس جماعت وکیل از حوزه انتخاباتی مهر رقم 2 دلنواز سلطانова و صدا دادن سرود ملی به کار خود آغاز بخشید. بعد انتخاب هیئت کاتبات و تصدیق روزنامه اجلاسی از روی مسئله اول روزنامه حسابات عاید به استفاده زمین و آب پالیزی در خواجگاه دهقانی جماعت دهاتی سرازم معاون رئیس جماعت وکیل از حوزه انتخاباتی عبدالصمد کنجبای اسلاموف معروضه نمود. از روی معروضه چند نفر وکیلان با مذاکره برآمده اندیشه‌های خود را از وضع استفاده زمین و تامین خواجگاه دهقانی با آب پالیزی بیان نمودند. سپس مسئله دوم روزنامه رفت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم ملی در جمهوری تاجیکستان مورد محاکمه قرار گرفت. در این باره جمشید مجیدوف سرمتخصص عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن مراسم‌های جماعت معروضه نمود. این مسئله نیز وکیلان را بی‌طرف نگذاشت و چند نفر ملاحظه‌های خود را در این موضوع بیان داشتند. در ادامه اجلاس وکیلان حسابات وکیل از حوزه انتخاباتی آفتاب رقم 9 امین مصطفی را عاید به فعالیت وکیلش شنیده و معلومات گرفتند. در مجلس نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر عبدالحکیم سلطانوف اشتراک داشت و سخن گفت. اجلاس از روی همین مسائل محاکمه شده قرارهای دختار قبول کرد. اجلاس با سخن جنبشی رئیس جماعت وکیل از حوزه انتخاباتی مهر رقم 2 دلنواز سلطانова و صدا دادن سرود ملی به کار خود حسن انجام بخشید. تجربه زندگی ثابت ساخته که پیشگیری از تبابت بیماری دیده به مراتب آسان‌تر است. با تکیه به همین معنی گروه خبرنگاران ما با وضع کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی جهت پیشگیری بیماری‌های سرایتی از جمله کووید 19 شناخته شدند. رعایت قاعده‌های بهداشتی، فاصله اجتماعی، بستن نقاب،
یکی از اولین راه‌های پیشگیری از بیماری‌های سیرویتی از جمله بیماری سیرویتی در با وجود آن که وزارت بهداشت شروع از 21 ایون قید دوباره این بیماری را در تاجیکستان رسما اعلام نموده و از شهروندان درخواست به عمل آورده است که گیگین شخصی را قطعا رعایت نموده از روی رژه نقابی عمل نمایند. متاسفانه در بازار و مغازه ها و گلگشت و خیابان های شهر پنجکند خیلی کم شهروندان به این اهمیت می دهند. هنگامی به بازار مرکزی وارد گردیدیم نه فقط خریداران بلکه فروشندگان بازار به نقاب محافظتی و سودا مشغول بودند. خواستیم با برخی از ایشان در این باره صحبت نماییم ولی آنها از پاسخ دادن به سوالهای ما خودداری نمودند. برخی از ساکنان باشند با تمسخر چنین جواب می گفتند. Maska nabastagim. Motorum aftiv mi dumshud mi nestiya. Nabastagim tamaman. Maska namebandam tamaman. شما توصیه می‌کنید که ماسک نبندند؟ من تماما ماسک نبستگیم نفسم میگرد ممکنه ماسک بستن. هر روز میاد امروز نیست. ماسک در کن. چی شما به ماسک گفتید؟ حاضی گفته بودم این سودا کاروز نمیبخشه. شخص از آن در تعجب میماند که سلامتی هر نفر در دستی خودی اوست. پس چرا همگان به سلامتی خود و اطرافیانشان فکر نمی کنند؟ کودکستان ها باشند نسبت به دیگر قسم جامعه پورا از روی رژه نقابی عمل نموده و هر صبح با سنجش حرارت و آنتیسپتیک نمودن دستان کودکان را قبول می نمایند. دقت همدیاران عزیز، از همه شما احترامانه خواهش می نمایم که فاصله بین همدیگر را نگاه داشته در جایهای جمعیتی از نقاب‌های طبی استفاده برید و قاعده‌های گیگین شخصی را فراموش نسازید. این در حال است که کارمندان شعبه یاری تجلی همه روز طریق بلندگویک در کوچه‌های شهر گشته و آگاه می‌نمایند که فاصله اجتماعی را نگاه دارید. در جایهای جمعیتی رژه نقابی را قطعاً رعایت نمایید. پس چرا ما باید به سلامتی خود بی‌اعتنایی نماییم و باعث سرایت‌یابی نزدیکان خود بگردیم؟ امید بر آن می‌نماییم که همه ساکنان شهر و دیهات پنجکند به سلامتی خود و اطرافیان خویش به توجهی ننموده از استفاده نقاب محافظتی دست نمی‌کشند، زیرا نباید فراموش کرد که پیشگیری بیماری از تبابت آن به مراتب آسان‌تر و ارزان‌تر است. گزارش مرتبه رحمان و خیام جوریف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. و قاعده‌های گیگین شخصی را فراموش نسازید. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام با مقصد اجرای سفارش پروتکلی مشاوره اگنتی تاجیکستاندارت نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه کاری در مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارت شهر پنجکند اوید با موضوع استفاده واسطه‌های چینک در ساحه تندرستی مشورت دستوردهی دایر کردید. توجه نمایید به گزارش خبرنگاران ما. با مقصد اجرای سفارش پروتکلی جلسه مشاوره اگنتی تاجیکستاندارت نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه کاری مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارت در شهر پنجکند در این نهاد نظارتی مشورت دستوردهی در موضوع استفاده واسطه‌های چینک در ساحه تندرستی برگزار گردید. مشورت دستوردهی را دیرکتور مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارت در شهر پنجکند حبیبزاده امید لطف‌الله آغاز بخشید و اطلاع داد که در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان با اقدام و غمخوری‌های روزافزون اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ساحه تندرستی مقام مخصوص دارد و با این مقصد جهت بنیاد مؤسسه‌های ساحه طب تامین آنها با دستگاه و تجهیزات زمانوی و واسطه‌های ضروری پیوسته تدبیرهای سازنده عملی می‌گردند. یکی از عامل‌های اساسی تشخیص و طبابت بیماران با متخصصان صاحب تجربه و استفاده مقصدناک واسطه‌های چینک در مؤسسه‌های تندرستی وابسته است.
در این زمینه ما تصمیم گرفتیم که با راهبریت متخصصان و کارمندان مساحهای طبابتی شهر پنجکین پیرامون استفاده واسطه‌های چینک در مساحهای طبابتی این مشورت را دایر نماییم. مقصد اساسی ما اظهار داشت حبیبزاده امید مطابق بودن واسطه‌های چینک در مساحهای طبابتی با استانداردهای دولتی و سهم گذاشتن برای صفتاً بهتر نمودن تشخیص و طبابت بیماران می باشد. در مشورت دستوردهی سردار شعبه نظارت دولتی و سنجش واسطه‌های چینک ظریف عبیدالله شادی مرادویچ درباره استفاده واسطه‌های چینک در ساحه تندرستی، تاریخ نظارت واسطه‌های چینک در کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов و دیگر قانون قاعده‌های عمل کننده معلوماتی مفصل داد. در مشورت دستوردهی نمایندگان مساحهای طبابتی نیز با سخن برآمده اندیشه و ملاحظات و پیشنهادات خویش را پیرامون دقیقیت استفاده واسطه‌های چینک در ساحه تندرستی که عامل اساسی معین نمودن سرچشمه‌های بیماری به شمار می‌رود سخن گفتند و همزمان اصرار داشتند که باید همکاری‌های اگنتی تاجیکستان با ساحه تندرستی خیلی ثمره بخش و مقصدناک برای مانده شود. در مشورت دستوردهی پیرامون اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامین چینک یگانه و ترتیب گذراندن سنجش مطابقت واسطه‌های چینک نیز یک گفتگوی سودمند انجام داده شد. سردار شعبه نظارت دولتی و سنجش واسطه‌های چینک عبیدالله ظریفov پیرامون این موضوع نیز معلومات مفصل داد و با یک قطار سوال و درخواست‌های اشتراکچیان مشورت دستوردهی جواب‌های مشخص داد. مشورت دستوردهی را دیرکتور مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان در شهر پنجکین حبیبزاده امید جنبست نمود و بار دیگر اظهار داشت که من بعد مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان در شهر پنجکین همکاری ها را با مساحهای طبابتی شهر و دیهات پنجکین و منطقه زرافشان جهت بلند برداشتن سطح و صفت استفاده واسطه‌های چینک در ساحه تندرستی گسترش می‌بخشد و ما اطمینان داریم که کارمندان مساحهای طبابتی با مقامات اگنتی تاجیکستان همکاری‌های خویش را باز هم ثمره‌ناک راه اندازی خواهند کرد. گزارش عباس همراه‌ساده، اسماعیل جان خالف، خیام جورایف از مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان شهر پنجکین. سابقه داری معارف مادری مشفق و مهربان تربیتگری فرزندانی نامور مهبانو رحمانوه از عالم درگذشت. گزارش خبرنگاران ما از مراسم جنازه و دفن این مادری شادروان آماده شده است. مرگ والدان خاصه مادر برای هر یک فرزند پیوندان و عزیزان یک فاجعه خیلی بزرگ است. انسان هایی که این روز را از سر گذرانیدن بارها تاکید نمودند که با مرگ مادر گویا جهان به پایان رسیده است. سنه 6 ایولی سال 2021 یکی از مادران مشفق و غمخوار سابقه داری ساحه معارف تربیتگری فرزندان وطن دوست و فرهنگ پیشه ساکنی دهه غوسری جماعت دیهاتی به نام استاد لایق شیروی مهبانو رحمانوه این دنیا را ابدا ترک نمود. یادآور میشویم که مهبانو رحمانوه مادری یکی از چهره‌های شناخته هنر تاجیک آوازخوان معنی سرا هنرپیشه مردمی تاجیکستان افضلشاه شادیوف و یکی از انسان‌هایی که واقعاً در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق کشوری عزیزمان فعالیتی پرثمر داشت سید مراد
شادیف می باشند. مراسم جنازه و دفن مادر مشفق محبانو رحمانова در مرکز جماعت دهاتی به نام استاد لایق شیرعلی دهه غوسر برگزار گردید. یادآور می شویم که در مراسم جنازه صدها نفر ساکنان شهر و دهات پنجکین مهمانان از تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان جمهوری همسایه ازبکستان شرکت ورزیدند. نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق تاجیبای سلطانی نخست با توجه حاضرین عرض تسلیت رئیس ولایت سوق محترم رجبای احمدزاده و رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق را نسبت وفات این مادر مشفق قرائت کرد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق شخصا از نام رئیس ولایت محترم رجبای احمدزاده با اهل پیوندان، خویش و تباران، فرزندان مادر مشفق که امروز از این دنیا سفر کردند عرض تسلیت بیان میکنم. یک شبه آن رنج که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. باید تاکید کنم که این مادر مشفق و مهربان فرزندان صالح و رشید را تربیت کرده به وای رساندند. حافظ مردمی تاجیکستان استاد افضلشاه شادیف را نه تنها در قلمرو کشور عزیزمان تاجیکستان بلکه بیرون از آن در تمام کشورهایی که زبان فارسی در آنجا با زبان تاجیک سخن میکند میشناسند و افتخار میکنند و همین رسالت مادری خود را این مادری مشفق اجرا کردند و همین فرزندان را تربیت کردند به وای رساندند. خدمت مادر انا همین هست. در این مراسم رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق اظهار نمود که واقعا شادروان محبانو رحمانова یکی از مادران مشفق بود که در رشد ساحه معارف تربیت فرزندان خاصه فرزندانی که امروز نامبردار ملت تاجیک گردیدند سهم کلان گذاشت و نام او همیشه در قلب‌ها باقی خواهد ماند. واقعا با حیات و فعالیت مادر عزیز چشم دوزیم تا در زمان رئیسی شادی سلطان مراد سر کرده تمام بار گران زندگی را به دوش خود داشتند. بر زمین همه این مهمانداری و وزنینی روزگار نگاه نکرده فرزندای تربیت کردند که امروز آب و روی آنها نه تنها در جامعه ما عموما در تاجیکستان در عرصه بین المللی معرفی کردند تاجیکستان را و امروز با همچون معنی سرا و هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان حاجی افضلشاه و فرزند دیگرشون که سعید جان می باشند فعالیت کارشان به همه ما و شما معلوم است. من از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با اهل و پیوندان نزدیکان همه خویش و تباران مادر عزیز صبر جمیل می خواهم و خدا کند که جای مادر جنت باشد. در این مراسم فرزند شادروان هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان افضلشاه شادی از اشتراک مردم از مقام مادر برای فرزندان و این تلفات بی‌بازگشت با اشک‌های روان سخن گفت و به حاضرین و به همه آنهایی که در این روز برای اهل خانواده شادیف‌ها خیلی گران شرکت ورزیدند عرضی سپاس کرد. همه عزیزانی که از همه گوشه‌های تاجیکستان حرمت کرده آمدید، از همه گوشه ازبکستانی برادر خویش تباریار دوست آمدن. همه کاتون نوری چک تاج سر حاجی بیبی بسیار زنی طلایی بودن، زنی که در سرشان قرآن بود، زنی که دانشی بلند انسانی داشتن، زنی که ما تربیت کردن تو دین شب فریب کرده بچه ما هم مجناس خدمتات بر روزی شب و امروز خیلی نصیب بود است که ما مادر جانم گسل میکنیم. همه کتان قدماتون نوری چشم من الهی من تا تونم تا همه حیات بستم برای همه شما خدا اگر خواهد خدمت کنم.
به همه مهمانای من، به همه دوستای من، برادرای من هزار رحمت که من حرمت کردم، مادر جان من حرمت کردم. آمدیتون روی ارواح پدر جانم، روی ارواح مادر جانم شاد باشد. هم میکتون نوری چشم من، اوچه جانم جایکتون جنت شود. حاجی خدا حاجی دار در قیامت، اوچه جان گورتون پرنور شود. روحکتون از من و همه ما شاد باشد. پس از خواندن نماز جنازه مرحومه را در قبرستان دهه غوسری جماعت دهاتی به نام استاد لایق شیرعلی به خاک سپاریدند. در این لحظه ها از دوری های دور گویا ندای استاد شادروان لایق شیرعلی طنین انداز می شد. غمخوار و غم شریکان از موی سر زیادند، اما بر روز سختی خالی است جای مادر. رهبریت و کل کارمندان شرکتی صدا و سیمو در شهر پنجکند بنابر وفات سابق دیرکتور مکتب رانندگی تشکیلاتی جمعیتی مددگاری مدافعه پدپالکوونیک معروف حبیبوف اندوهگین بوده. به اهل عائله و نزدیکان و پیوندان شادروان همدردی بیان می نمایند. رهبریت و کل کارمندان شرکتی صدا و سیمو در شهر پنجکند به اهل عائله شادیفو از دهه غوسری جماعت دهاتی لایق شیرعلی از جمله برادران سعید جان و افضل شادیفو نسبت وفات مادرشان تعزیه بیان نموده برایشان از درگاه الهی صبر جمیل می طلبند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و خاطر جمعی را خواهانیم تا برنامه دیگر شادی پیروز باشید. خیر.